نظرتون چیه در مورد خودروهای سواری ماموت؟ خب الان که نگاه می‌کردم از طرفی که اینجا که فولکس واگن‌ها بود، اون طرف RS M5 و بقیه خودرو، کدوم محصولش برات خیلی شاخص بوده؟ من اصلا اولش با برند جتا که ماموت خودرو می آوردش آشنا شدم و به شدت جتا VS7 و VS5 خیلی دوست داشتم. و الان که فولکس واگن اومد بیشتر، مثلا تیراک و ID4 کروز. وقتی که اسم ماموت میاد اولین جمله‌ای که یادتون میفته چیه؟ یا اولین کلمه حالا؟ تنوع. سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام، روز شما بخیر باشه. سلامت باشید. میتونم نظرتون رو در مورد این خودرویی که داخلش نشستین بپرسم؟ فعلا میتونم بگم که خیلی صندلی راحتی داره و خب اینکه تمام دیجیتاله خیره کننده است دیگه توی خودروهای فعلی. درسته. شما قبلا میدونستین که ماموت خودروی سواری هم میزنه؟ نه نمیدونستم. یعنی توی نمایش که تازه متوجه شدین که خودروهای سواری میزنه و نظرتون در مورد اصلا خودروهای برقی چیه؟ نگاهتون مثبت به این موضوع یا نه؟ نگاهم مثبته ولی یه مقداری هنوز نامطمئن دیگه، چون برای شارژش استفادهش توی شهر یا بیرون شهر به خصوص فعلا امکاناتی وجود نداره تو ایران. یکم اینو دارم مردد میکنه ولی به هر حال. و اینکه اصلا با برند ماموت قبلا آشنا بودیم و کدوم یک از محصولات ماموت می‌خوام ببینم سواریا یا تریلیاشون برای شما بیشتر بولد بوده قبلا؟ همین تریلیاش بولد بود دیگه، تو جاده همیشه می‌دیدیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. من مدیر عامل شرکت هوشمند شهر پارسه هستم، متولی اجرای ایستگاه‌های شارژ سریع خودروهای برقی. ما موفق شدیم 6 مدل شارژر خودروی برقی رو خودمون تولید بکنیم به حدی که 90% این دستگاه ایرانی است و تفاهم نامه امضا شد که نخبه‌های دانشگاه در اختیار ما قرار داده شدن، تونستن شارژرها رو کاملا با تغییر تکنولوژی تولید کنن و کار نوآورانه که کردن، اومدن یه سری دیزاین‌های جدیدی رو برای شارژرها ابداع کردن که در نوع خودش شاید در شارژرهای دنیا بی‌نظیر باشه. شروع کردیم به فعالیت و تولید کردیم شارژرها رو به جهت اینکه توی کل کشور مردم دیگه دغدغه‌ای برای شارژ خودروهای برقی نداشته باشن. عمده‌ترین مکان‌هایی که در واقع شارژرها باید نصب بشه توی این مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راه شهریه که اگر اینجاها این شارژرها نصب بشه دیگه مردم خیالشون راحته، چون توی شهر بالاخره برق داخل خونه هم پیدا میشه، ولی توی مسیرها و توی جاده ها طبیعتاً این استرس تمام شدن شارژ وجود داره. بنابراین اگر ایستگاه تعداد زیاد تو سطح کشور زده بشه، مردم خیالشون راحت بشه، اقبالشون به بازار خودروهای برقی بیشتر میشه، طبیعتاً هوای شهرها تمیز خواهد شد، آلودگی صوتی، آلودگی محیطی برطرف خواهد شد.